تابلوی پارکینگ در ورودی پارک مشخص شده و خیلی راحت میتونید پیداش کنید. نقشه پارک در ورودی مسیر نصب شده که جزئیات مختلف مسیرها رو میتونید از روش ببینید. این پارک 12 مسیر با درجه‌های سختی متفاوتی رو داره که کوتاه‌ترین مسیرش تقریبا 3 کیلومتر هست و به صورت لوپه و بلندترین مسیرش تقریبا 18.5 کیلومتر هست که مسیر رفت و برگشت هستش که میتونید انتخاب کنید. در شرایط اضطراری با 911 تماس بگیرید و کد مشخص شده رو به عنوان مختصات محل حضورتون اعلام کنید. مراقب باشید. محل تردد انسان گرگنما. این ترجمه متنی است که روی تابلو نوشته شده و اسم این پارک از لوگو یا همون انسان گرگنما گرفته شده. همین مسیر رو که ادامه بدین به پناهگاه میرسید و چشمانداز قشنگی هم در پشت پناهگاه وجود داره که میتونید ازش لذت ببرید. تو شرایطی که نیاز به استراحت دارین و یا میخواین غذایی بخورین میتونید از این پناهگاه استفاده کنید. همونطور که میبینید زمستونا فعالیت‌های مختلفی به جز هایکینگ هم در این پارک انجام میشه، مثل دوچرخه سواری، پیاده روی با راکت و اسکی. در طول مسیر نقشه‌هایی وجود داره که موقعیت شما رو در پارک نشون میده و میتونید مسیر باقی مونده رو ببینید. در انتهای مسیر برگشت از روی قسمتی از دریاچه یخزده ریشر میگذریم. برای اینکه ویدیوهای دیگه ما رو از دست ندین لطفاً سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.